کاش پیش از اومدن نوبت میگرفتید. خدمت رسانیدن به شما برایم شرف است، اما حالا این غیر امکان است. توبه توبه، در وقتی لازمی همه‌تان گم شدید. باید به من یاری میدادید ولی هیچ کدومتان نیستید. ببخشید. میدانید پول برای ما تماما مشکلی نیست. ما پولی بسیار داریم. ما تنها میخواهیم که کیف و صفا کنیم، لذت بریم. خودت میفهمی کن؟ خیلی که گفتم شما رو خوب میفهمم. به این هم کاری من همین است، اما من صاحب کاری جدی هستم. فهمیدم. افسوس. تو هم فهمیدی؟ نه، من هیچ نفهمیدم. با فکرم باید با شدت یک روی کنم. یک روی؟ یک روی؟ علی امید، رژی زنگ زد. میایم. احتیاط شوید، زود میایم. در شوید از اینجا حرام ها. حضرت خوب هستی؟ باید زود از اینجا بریم. حضرت خیست، زودتر. زود باش خواهرم، زود باش. آیسته. استید دور. بیا، خوب هستی؟ و تو چیزی نشد؟ سوار شو، با خفا گذر. قادر! مرد! باید رویم. زودتر مرد! کباب خانه. سوار شو، زود باش، با خفا گذر. زودتر. اونها رفتن، موتورسیکل رو به کار دارن. فهمو. David!
چرا مرا جیغ زدی؟ با خانم مجیده همکاریت کم بود که باز به نزد من آمدی. سوزان آرام شو، صحبت میکنیم. ایستو، دیگر چیز است. مرد رو برای را بردن کوشش کردی و حالا باشد انصافت بیدار شد و میخوای با من روبرو گپ زنی. سوزان سخنهایی که میگویم مهم است، مرا گوش کن. البته مهم است، گوش میکنم. در دست چیزی که داشته باشی آن را از دست دادن میخوای، اما تو این را درک نمیکنی. چی؟ خانم مجیده پگاه مجلس اعضای مدیران را میکند و آن وقت تو از دست میدهی. چیزی که داشته باشی همش رو از تو میگیرد. میدانم که پول از آن توست، پروایی نداری، اما از دست دادن انا این مهم است. اویدی چی گپ میزنی؟ من نمیفهمم تمیر. خانم مجیده چنان رفتار میکند که در آن مجلس چیزی داشته باشی همش رو میگیرد. برای من مهمش با تو همکار بودن است. باری هم فکر نمی کردم که این سوال رو از تو میپرسم. یگان پیشنهاد داری؟ از پیشنهادم خوبتر است. نقشه دارم. دوید زود باشید. چی حال داری طریق؟ خوبم. تو چی حال داری؟ خوبم. خواستم کباب عدنک خورم و اینجا آمدم. بسیار خوب. تو با پیشصف شدن عادت کرده ای برادر. مرد جان میخوای که پیش صف تو باشی؟ کباب پس ها هم آمدند. تو زیر کباب را به قلمفور میخوری یا اینکه با قلمفور؟